سوال آخران استاد آیت نماز جمعه در گذشته سوال کرده بودیم، جواب گرفته بودیم. شما در والله علم در پخش مستقیم 82 بود یا 81 بود مفصلتر صحبت کردید آیت نماز جمعه. آیت اونه که وقتی که ما به نماز میریم الکی امام بر بالای منبر است و خطبه نماز جمعه را گفته ایستاده است. در این حالت آدمی که نماز میگذارد گویم از ثواب نماز جمعه برخوردار نمیشد. و این حالت را ما اکثر مشاهدت میکنیم. اکثر مردم شاید 20% 10% مردم در همین حالت نماز میگذارند. آیا ما از نماز ثواب میگیریم یا نه استاد؟ یا در چیکار کنیم خوبترش حرکت کنیم پیش از سرشوی خطبه به نماز جمعه حاضر شویم؟ بله، همون وقتی که اذان دوم میگود با پیش از اذان دوم شروع کردن اول امام به بالای منبر میبراید تا همون کسی که اومد اجری بر وقت گرفتگی ها رو میگیرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگر گفتند که کسی بر وقت بیاید ثواب قربانی شتر را میگیرد. کسی که در ساعت دوم بیاید ثواب گاو را میگیرد، گویا گاو قربانی کرده است. در ساعت سیوم بیاید، این ساعت ها نه این ساعت هایی که عبارت از 60 دقیقه هست نزد علمای فلک، نه، سیوم ساعت کسی میگوید گویا گوسفند قربانی کرده است. چهارم ساعت کسی آمد گویا مرغ قربانی کرده است. و پنجمینش ساعت پنجم یعنی همون ساعت هایی که نزدیکی های اذان است الکی. حالا اذان نگفته است، اذان دوم یعنی قریب همین وقتا هست. این آدم ها ثواب تخم میگیرن، گویا در تخم صدقه کردیم. وقتی که امام بالای منبر برآمد، امام پیش از اذان دوم میبراید و مردم نگاه کرده سلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگود و میشینند. انا بعد مؤذن خسته اذان میگود. امام که بالای منبر برآمد فرشته ها دفتراشون میپوشیدند. یعنی دیگر آدم ها و ثوابی صدقه کردن، ثوابی بر وقت آمدن نوشته نمیشد. لیکن ثوابی خودی نماز جمعه امید میکنیم که نوشته میشد. خاصتا آدم وقتی خطبه آمد رفت و یک آدم بعد خطبه آمد که قامت گسترده است، نماز جمعهش درست است، از او جمعه ساقط میشد، یعنی پیشی نمیخواند. این چون یک آدمی که برکتی دوم آمد، دوم رکعت آمد که امام زمی سوره دارد، مثلا الله اکبر گفته به امام همراه شد که امام الله اکبر گفته به رکوع رفت، یعنی این بنده خدا هم آمده رکوع کرد قطیش. از دو رکعت جمعه یک رکعتش دریافت کرد. وقتی که امام سلام میدهد این آدم خسته یک رکعت جمعه خوانده میدهد، یک رکعت. اما یک آدم آمد به دوم رکعت که امام سمع الله لمن حمیده گفتگی وقتنده در آمد، بعد به امام اقتدا کرد، یعنی بعد خستن امام از دوم رکعت. در این صورت این آدم دو رکعت از دست داد، خودش نماز جمعه دو رکعت از دست داد. این همراه امام میرد سجده، میشیند اتحیات. وقتی که امام سلام داد این آدم خسته 4 رکعت پیشی میخواند. فهمیدید فرقشه؟ یعنی اگر حد محدودی همین انیقتر گپ زنیم، اگر حال امام سمع الله لمن حمیده حرف سینش نگفته، سهش نگفته، اگر این آدم رفته الله اکبر ریش گفته تمام کند و ثانی امام حرف سه گوید دریافت کرده است جمعه. اگر امام سه الکی تلفظ کرده باشد سه سمع الله، این حال الله اکبر نگفته است، رای الله اکبر، ری الله اکبر آخرین حرفش راه است. همون راه اگر تلفظ نشدگی باشد و امام از وای پیشتر حرف سینه تلفظ کرده باشد جمعهش از دست رفت، پیشین خوانده میتید. بعدی سلام دادن بله آمده به امام اقتدا میکند، نه اینکه هر نماز از دست رفت گفته الهیده قامت گفته نمیخواند، به امام اقتدا میکند. ثواب جماعت، ثواب اینقدر از راههای دور آمدگیش، پراپکه ها ماندگیش الله تعالی به نظر میگیرد. حرکت کرد آمد لیکن دیر کرد،
و بسیار خوار رفت، بی اهمیتی کرد، وقت گذرانده، بعد راه به در آمد. از همین جهت ها از ثوابای عظیم میماند. خیلی با سبب دیر آمدنیش الله تعالی میداند برای چی آمد. مثلا ماشینش ویران شد در راه، این دیگر گپ. بر وقت راه به بر آمده بود و این خیل شد مثلا. خلاصه اگر بعد دویم رکعت امام دریافت کند 4 رکعت پیشین خوانده میتید. فهمیدید؟ فهمم استاد. سوالمون در جواب گرفتم استاد. شب در خواب دیدم شما رو استاد. ممکن از حساب اخلاص زیاد باشد. الله دنیا و آخرت را آباد گرداند استاد عزیز. رحمت الله جزاک الله خیر استاد. آمین. خوب این یک باشه.